امروز میخوایم بدنمون رو به حدی برسونیم که بتونیم یه MMA کار و یه بوکسور حرفه‌ای باشیم. مثل همیشه لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره. خب بچه‌ها، این منم و از دار دنیا یه دونه موتور سبز دارم که باهاش قبلا پیک موتوری کار می‌کردم. اینم خونم زیاد بزرگ نیست ولی خوبه و اینجا هم که یه شهری که به عالی و تنها شانسی که آوردم بدنم خیلی خوبه و به کسایی که MMA فایترن و بوکس کار میکنن خیلی میخوره. الانم میخوام برم از امروز سخت ورزش شروع کنم تا بتونم توی مسابقات شرکت کنم و پول خوبی در بیارم. حالا نه انقدر پولی که بتونم همه چیزو بخرم، ولی انقدری باشه که بتونم یه خونه خوب و یه ماشین خوب بخرم برای خودم. چند میلیون دلاری شاید بشه، نمیدونم. الان تو راه ساحل هستیم و میخوایم بریم ساحل و توی شب که همه خوابن و مشغول مهمونی دور زدن ما تمرین ما بکنیم و بعد از تمرین استقامت ما پر میشه و ما میتونیم بهترین مسابقات شرکت کنیم و هدفمون هم اینه که بعد از شرکت در مسابقات آماتور بریم تو مسابقات حرفه‌ای و ایشالله یه روزی سازمان UFC، همون MMA که همدیگه رو بی‌ذلت و پار میکنن. شاید اینو ندونید، به غیر از ویدیو دارم میگم، من خودم هم عاشق MMA هستم و کلاساش هر از گاهی میرم. چرا دروغ بگم نمیرم، ولی میرم همون. خب برگردیم به ویدیو. بچه الان داریم ساعت چنده؟ ساعت 2:30 شبه و اونم که ویدیو شهر ما اومدیم که ورزش کنیم. بله خب ما بریم سراغ ورزش. Когда утро еще не разбудит свет, тишина на рассвете и нет машин, все вокруг замирает, ни звука нет, и на трон восседают покой и мир. Когда на пик горы сядут облака, так что за белой дымкой не видно край, и вздохнув глубоко, посмотрю я вдаль, понимаю, что это и есть мой рай. И по ночам не снится вся красота, что в Дагестане. Я буду родиной гордиться, ее любить не перестану. И даже за границей у дагестанского народа в сердцах любовь искрится к своей земле, к своей природе. Солнце стоит прямо над головой, наполняя цветы и даря тепло. Громкий гул принесется за детворой, ветром с моря гонимой назад домой. А потом уже ночь примет свой черед, две звезды вдалеке ослепит глаза, и тогда сонный город опять уснет. خب بچه من دارم میمیرم. الان یه ساعته که دارم میدوام توی ساحل و برید دیگه، شهر رو به گند نکشید. الان داره یه ساعتی که میدوام توی ساحل. شنا رفتم، شکم رفتم، بارفیکس رفتم و بعد اینکه تمرین سایه‌مو کردم یعنی مشت‌زنی، اومدم که دوچرخه سواری بکنم و قراره تا اون چرخ و فلک برم. خدا بخیر کنه. Ее любить не перестану. И даже за границей у дагестанского народа в сердцах любовь искрится к своей земле, к своей природе. Солнце стоит прямо над головой, наполняя цветы и даря тепло. Громкий гул принесется за детворой, ветром с моря гонимой назад домой. А потом уже ночь примет свой черед, две звезды вдалеке ослепит глаза, и когда сонный город опять уснет, понимаю, что это и есть мой рай. И по ночам не снится вся
بچه ها، من الان تقریبا 3 ساعت اینجا و دارم تمرین میکنم، میدوم، شنا میرم، شکم میرم، موشزنی میکنم و دوچرخه سواری میکنم و الان که پلیس افتاده دنبالمون و همینطوری قراره تا 3 ماه بریم تا رسیدن به مسابقه، ببینیم چی میشه. خب آقا اومدیم محل مسابقه تا اسممون رو بنویسم و توی مسابقه شرکت کنیم که امیدوارم برنده بشیم. اگه برنده بشم یه خونه لوکس میخرم با یه ماشین خیلی خفن و لوکس. خب بچه اینا شرکت کننده هستن. سلام خوبی؟ داداش میشه اسم ما رو بنویسی؟ داریم ثبت نام میکنیم. خدایا برنده بشم. اگه برنده بشم یه خونه لوکس با چند تا ماشین خفن شد، بوگاتی هم خریدم. اینو برنده بشم میرم تو قفس و مش زنی. لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره. اوکی، داریم بدنمونو گرم میکنیم. فرانکلین آمده ای؟ حالا عینکم گذاشتیم. موسکی. یا خدا، برو حاجی استرس دارم. برو وای بدو بپر. نیافت آقا فرانکلین، نیافت. بدو شنا کن حاجی. آخریم الان، یه دونه به آخریم. کیه پشتم؟ آها، یه نفر دیگرم رد کردیم. خیلی رقابت نزدیکه و تنگه. ببینیم کی برنده میشه. هنوز من نفر ششمم یا ابوالفضل، ولی فاصله‌مو خیلی کمه و امید هنوز دارم. امیدمو از دست ندادم. دارم به صورت سخت تلاش میکنم بچه‌ها، ولی این پولو میخوام. پشتم 3 نفر هستن. آره. خب یه دونه رتبه اومدیم بالا. یس. بودا ببینم چی کار میکنی. کم مونده. بدو بکنم این بعد این مرحله بعد شنا کردن دوچرخه سواری باشه. اوه یس، من همین دیروز دوچرخه سواری تمرین کردم. میتونم به راحتی حریفامو شکست بدم. بچه فکر کنم داریم میشیم نفر 4. آره نفر 4 شدیم. بنازم نفر آخر بودم ها. نفر 3. بدو عینکو در بیار. بدو. او 1 2 3 4 5 نفر پشتمون هستن. بدو دوچرخه رو بردار. فقط دوچرخه رو بردار. بدو اول. آره اولیم. اوه داره میاد با سرعتش خیلی زیاده. این فکر کنم خیلی بیشتر تمرین کرده. اونجا هم کنار وایسادن که ما رو تشویق کنن. ممنون مرسی. اوکی بدو جان ننت. بدو داره پشتم. اوه قشنگ پشتمون رسید. کوچکترین اشتباهی منو به چخ میده. وای رد شد. نمیذارم رد بشی. بچه خیلی چغر و بد بدنه. بدو اولیم. اوه داره میاد. بدو. وای حاجی خیلی استرس دارم. کم مونده برنده شیم. بچه به نظرت میتونیم اول شیم؟ وسطای راه اون اومد اول شد. اوف احتمال نمیدونم. بدو ما. اوه هنوز راه زیاد داریم. بدو تسلیم نشو. ماشاءالله پسر. این یه دونه مردم وایساده داره ما رو تشویق میکنه. سه تا باش بدم عوض کنه. خیلی اذیت داره میکنه. پشت من. اوه بدو زود باش. بقیه هم دارن میرسن. بدو. از هلیکوپتر فکر کنم داره شبکه خبر ما رو نشون میده. یس بچه ها بردی بالاخره. بچه ها باورتون میشه
بچه ها من اون پولی که گرفتم از سازمان این که موتورم بود، این یه دونه ماشین رو خریدم و ببینید چی خریدم، یه موتور دیگه و یه بوگوتی. به به بچه ها ببینید. و این خونه رو خریدن که خود فرانکلین البته. خب ویوش به شهره و خیلی ویوی خفنی داره. اینجا کلا این اساسی کردم، هنوز وسایلش مونده و همین زندگی هم مثل همین جوره. اگه میخوایم بیشتر از این ویدیو بذارم لایک، سابسکرایب، کامنت مثل همین نره. تا ویدیو بعدی، پیکسیت.